این هوش مصنوعی تو هم خیلی راحت میتونی این مدل ویدیوها رو بسازی و با ساخت این ویدیوها درآمد دلاری داشته باشی. حالا اگه میخوای اسم این هوش مصنوعی رو بدونی و نحوه کار کردن با این هوش مصنوعی رو یاد بگیری و در کنارش هم بهت بگم چجوری با کمک هوش مصنوعی ماهی 700 دلار درآمد داشته باشی، کلمه هوش رو توی کامنت ها بنویس. این پست رو هم بفرست واسه اون دوستت که میگه تو ایران نمیشه خوب پول درآورد چون بلد نیست با هوش مصنوعی چجوری کار کنه.